روز 13 اکتبر سال جاری خادمان ریاست خدمات فدرالی مهاجرت ناحیه ادمیرالتیسک شهر سنت پترزبورگ با بهانه نقض قانون مهاجرت شهروندان تاجیکستان دلیر نظروف، زرینه یونوسووا و همراه با این زن طفل 5 ماهه‌اش عمرعلی نظروف را بازداشت کردند. در اداره پلیس پروتکل ترتیب داده شده، نظروف و یونوسووا در بازداشتگاه جا داده شدند و طفل شیرخواره از دست مادر گرفته شد. خودی همان روز دلیر نظروف و زرینه یونوسووا را به دادگاه جنایت‌های مأموری بردند. بعد 5 ساعت دادگاه قرار کرد که این دو نفر برای رها دادن به قانون شکنی مأموری باید با اختیار خود از خاک روسیه بیرون شوند. خود کودک شیرخواره عمرعلی نظروف را که کارمندان پلیس ظالمانه از مادرش ربوده بودند چند در اداره پلیس نگاه داشتند و به بیمارخانه تسیمبرین شهر سنت پترزبورگ انتقال دادند و در نتیجه در این بیمارخانه عمرعلی نظروف به طور مرموز جان داد. سر و صداها و چند از کوشش‌های وکیلان دفاع برای استرداد نشدن مادر کودک نتیجه نداد و نهایت مادر کودک فوتیده مظلوم زرینه یونوسووا روز 16 نوامبر سال 2015 جسد طفل خود را به تاجیکستان آورد و همان روز در ناحیه فیض‌آباد به خاک سپردند. در قبال مرگ این طفل تاجیک مقامات روسیه پرونده جنایی گشادند. به خاطر افشای سبب مرگ کودک تشخیص طبی و دادگاهی ضرور آمد و همین تشخیص نهایت سبب مرگ عمرعلی نظروف را 16 دکتبر سال جاری اعلان کرد. بنا به نتیجه های اعلان شده تشخیص طبی و دادگاهی، عمرعلی نظروف گویا بر اثر ویروس سیتومگالی و هم پراگریپ فوتیده است. تشخیص نو معین کرده است که گویا عمرعلی چند روز قبل از انتقالش به پلیس به بیماری پراگریپ مبتلا شده است، اما والدانش او را معالجه نکرده اند. در برابر این عمرعلی هنوز در بطن مادرش با سیتومگالی ویروس سرایت یافته است و بیماری ها یکی بالای دیگر ضم شده با مرگ انجامیده اند. اما این فرضیه را طبیبان دیگر مثل عبدالله دولتوف رد می کند و می گوید این خلاصه‌ای که تشخیص طبی و دادگاهی اعلان کرده است خلاصه طبی نبوده بلکه سفسطه سیاسی است. جوابی که دکتر دادگان نسبت مرگ اون طفل 5 ماهه که گویا که از سیتومگالویروس فوتیده باشد، این را خیلی گفته نمیشد که این سفسطه است. البته اگر بین دکتران بین پزشکان صحبت میبود و که اگه دکتر بعد میگفت که مرگ همون فلانی از سیتومگالویروس است، البته ما بین خود میگفتیم که این سفسطه است. اما برای عامه و برای به مردم که چنین یک چیز را پرتن خیلی که میگن در مردم میگن خیلی که میگن وای است یک نفر را اگر که گفتی که همون کرتاش داغ دارد تا اون میجویند پیدا میکنند که داغ هست یا نیست، بین مردم علاقه آوازه میشد که همون داغدار بود. این هم چنین کردند. البته از سیتومگالویروس یگان کس نمیمیرد. درست است که سیتومگالویروس ایمونیتت را کمتر ضعیف میکند و دیگر مریضی ها میتونن پیوست شوند. سبب هایش چیز است. یکی از سبب های اساسی ضعیف گشتن ارگانیسم، یعنی ضعیف گشتن ایمونیتت ارگانیسم، فرق ندارد که در بدن انسان سیتومگالویروس هست یا نیست، این نگاهبین نکردن است، یعنی دقت ندادن به سلامتی خود است. اگر همون طفل که اونا گرفتند و در شرایط نگاه داشتند که شمال خورد، در شرایط نگاه داشتند که حتی شیر را نگرفتن از دست مادر بزرگش و خوب یعنی نگاهبینش که نکردن، البته اون یک اینفکسیون دیگر، یک مریضی دیگر پیوست میشن و آدم هر کسی نباشد میگذرد. اگر همون سیتومگالویروس نمی بودن با چنین معامله نسبت طفل 5 ماهه وای از دنیا میگذشت.
این ویروس هایی که در بدن های آدم در روسیه حداقل 85-90% آدمان ویروس ها دارند. سیتامگالاویروس، ویروس اپشتین باری و غیره و غیره. خلاصه که با این یک سفسطه است، این یک سیاست بازی است، این گویم که خلاصه طبی نه و خلاصه سیاسی است. طبق گفته های این طبیب حاذق، از اثر ویروس تیستومگالی و یا پاراگریپ فوتیدن عمرعلی نظاروف شبهناک است و اعلان نتیجه تشخیص که گویا بر اثر ویروس تیستومگالی کودک 5 ماهه تاجیک فوتیده باشد سفسطه بیش نیست و اما کودک که ایمونیتیت ضعیف دارد در نتیجه طول چند ساعت نگاهیبین نکردن و دور ماندن از غمخواری بعید نیست که یعنی همون پاره این یعنی پهلو یعنی اوکلا، یعنی که خودی همون گریپ هم نه، حتی یعنی ویروسی همون زکام هم نه، یک مانند به همون. این گفتم که کسی که در بدن بسیاری ها شاید که یک نصفی همین طفلایی که در روسیه تولد میشن شاید در بدن اونا همون سیتامگالاویروس باشه، اما خود سیتامگالاویروس سبب نمیشه. و اگر که مثال یک طفل سیتامگالاویروس داشته باشد یا نداشته باشد در بدنش، اگر که مدت 2-3 ساعت نگاهبین خوب که نکردند همون طفل، اون یا که اون یا همون زکام پیوست میشود گریپ، یا که همون پر از گریپ، یعنی که همسان زکام یک مریضی های دیگر، یا که یکان انفکسیون دیگر همراه میشه، طفل از دنیا میگذرد. این اگر سیتامگالاویروس باشد نباشد که نگاهبین که نکردیم میفوتد، برای که اونا حال جسمشان کامل شدگی نیست، یعنی ایمونیتتشون ضعیف است اون کودک‌ها. این یک باز میگم که اون خلاصه‌ای که من خوندم از دکترا، این این یک خلاصه طبی، خلاصه کسبی نیست، این یک خلاصه سیاسی است. با طلب تحقیق عادلانه این قضیه و به مجازات کشاندن گناهکاران، مقامات بلندپایه هر دو کشور با شمول رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان، رئیس هر دو مجلس پارلمان این کشور شکرجان ظهوروف و محمد سعید عبیداللهیف، سروزیر روسیه دیمیتری مدویدوف، وکیل شورای فدراسیون یلنا میزولینا، یک گروه وکیلان مجلس شهر سنت پترزبورگ مثل ویشنیوسکی و ده تن از نمایندگان شناخته جامعه شهروندی هر دو کشور اظهار نظر کرده بودند. ولی کارشناسان از ابتدا از رفت بررسی قضیه عمرعلی نظاروف نگران بودند و اصلاً به این باور نبودند که این قضیه عادلانه و موشکافانه بررسی می شود و نهایت تخمین آنها درست برآمد. قضیه عمرعلی نظاروف از روز اولی که رسانه‌ای شد خیلی بحث انگیز شد و از اون سبب که این یکمین حادثه بود که با کودک تاجیک در حالتی که از طرف کارگران مقامات گرفته شده بود از مادرش، از این سبب خیلی قضیه پرماجرا شد و متاسفانه گفتنی هستم که از طرف حکومت روسیه، از طرف شخصان علیحده حکومت روسیه، آنها این قضیه رو پیگیری کردن، ولی چنانه که ما میبینیم، چنانه که امروز اعلان شد که از کدام سبب عمرعلی نظاروف از این دنیا رفت، ما گفتنی هستیم که با اون تحقیقات، با اون که خود امروز دکتران گفتن، ما راضی نیستیم و ما پیش از این هم میگفتیم که قضیه با این انجام می‌یابد. از نظر دیگر کارمندان حقوق، خصوصا کارمندان خدمات مهاجرتی روسیه و کارمندان وزارت داخلی روسیه در این قضیه که سر و کار داشتن، آنها برای طرفداری کردن کارگران خود و رویپوش کردن این قضیه خیلی هم به ادوکات های این اویله، به خود این اویله خیلی هم فشارهای زیاد آوردن که از نظر قانون های روسیه و از نظر قانون های بین المللی این یک غیر قانونی بود.
در این مورد من نمیخواهم درباره آنکه نتیجه تشخیص چی بوده است و از اینکه او از پاراگریپ ففتید یا سیتامگالوویروس چیزی گفته شود. همین که این حادثه رو داد، من در اینترنت نامه گذاشتم با طلب اینکه مرگ کودک باید تحقیق شود و آن را در حال زیاده از 150 نفر امضا کردند. من در صفحه فیسبوکی خود تخمین زده بودم که حکومتداران خواهند گفت که اومد علی با سبب کدام بیماری که قبلا داشته است ففتیده است و حتی در صورتی در خانه بودنش هم مرگش ناگزیر بود و خواهند گفت که پدر و مادرش او را درست نگاهبانی نمی‌کردند و غیره ها. من این سخن را زمانی گفته بودم که هنوز هیچ تفتیشاتی و یا تشخیصی نبود. این سخنها را تا حاضر می شود از صفحه فیسبوکی من دسترس کرد. این حامی حقوق میگوید چرا تا به تشخیص و کشف بیماری های کودک عامل جدا کردن کودک از مادرش را بررسی نمی کنند؟ پیش از همه باید به این سوال جواب گفته شود که چرا حقوق مادر کودک را پایمال کردند و ظالمانه کودک را از مادرش ربودند. نباید از نتیجه تشخیص و اینکه چه بیماری گویا از کودک یافتند گفته شود. باید از آن گفته شود که با کدام اساس کنوانسیون حقوق کودک را نادیده گرفته او را از مادرش جدا کردند و با نقض همه قانون‌های انسانی کودک شیرخواره را از دست مادرش ربودند. چگونه شده است که کارمند پلیس با نسب الکسیی و سندی درباره کودک پرتافته شده و بازیافت شده ترتیب داده است و در آن سند معلومات شهادتنامه تولد را درج کرده است و قید کرده است که مادرش در نزد کودک حضور داشت. در این باره باید گفت و درباره آنکه به زرینه و کودکش مثل انسان‌های نوع دوم مناسبت نمودند و آنها را تحقیر کردند. این فاشیسم است، فاشیسم مقرری. وقتی کودک شیرخواره را از دست مادرش کشیده میگیرند، برای این باید جزا داده شود، زیرا هیچ کس به آنها حقوق نداده است کودک را از مادرش جدا کنند و این روی انسانگری نیست. گردهمایی مردم و سوالای آنها هم در سنت پترزبورگ در همین خصوص بود و وکیل عزیز یاولاکا داوید ویشنیوفسکی هم در این باره به پروکراتوره سنت پترزبورگ درخواست فرستاده بود. نظر اکثری کارشناسان و حقوق شناسان در این باره یک است و جای تردید هم نیست که باید پیش از همه کسانی که کودک را از مادرش جدا کردند پیشگاه قانون جوابگو باشند و هیچ بهانه و سبب پیش راهی به جوابگری کشیدن آنها را نگیرد. هیچ قانون و یا معیار حقوقی به یگان نفر حق نداده است که کودک را از مادرش جدا کنند. از نظر حقوقی پیش از همه کارمندان خدمات مهاجرت گناهکارند. از یک نظر گیریم آنها کار خود را کردند و به اداره پلیس آنها را آوردند، ولی کارمندان پلیس یک نظر نوگیری کردند نسبت شهروندان تاجیکستان، چون که آنها از روی تمام قانون ها باید که کودک را در صورتی که مادر او را بر سود بردن یا دادگاه کودک را باید که به خویشان نزدیک او میدادند. خصوصا در این وقت پدر این کودک به همون جا رسیده آمد، ولی به پدرش این کودک رو ندادند که باعث مرگ عمر علی شد. در آنجا این چونین بیبیش هم بود، ولی بیبیش رو آنها گفتن که شما نزدیکترین به این کودک حساب نمیشوید و آن رو ندادن. اصلا از نتیجه تشخیص بوی سیاست می آید و این نتیجه تشخیص مسخره آمیز باز هم بر می گردد به این که شهروندان تاجیک در غربت و مسافرت هیچ پشت و پناه و مدافع خود را ندارند. اکثر راهبران و مقامداران، وکیلان و زمام‌بدستان تاجیک همیشه به یاد کیسه های خود بوده اند و سبب هم این بوده که با چنین طرز تحقیرآمیز نتیجه تشخیص به میان آمده است. اگر همون عمر علی شهروندی یگان دولت می بود که اون دولت از شهروندانش، یعنی اون دولت اگر جسارت پشتیبانی شهروندانش را می داشت، این خلاصه را یعنی این سفسطه سیاسی را خلاصه طبی گفته به مردم پیشنهاد نمیکردن، یا که این سفسطه طبی را، این سفسطه سیاسی را خلاصه طبی وانمود نمیکردن. اگر این یک سفسطه است که گویا که اگر در خانه‌ش هم میمرد، همه میمیرند، اما گپ در سر آن است که وقتی که من از این جامعه برم جای کارم میرم، در راه من اگر که مردم
ماشین مرا که زد مردم، اگر اون گناهگار همون راننده است که مرا پخش کرد، اینا گناهگار، اینجا گناهگار هستند. بازم اینجا یک چی است، بازم همون مسئله برمی آید که اگر پشتیبان این شهروند همون خدا جای زند باشد، همون عمرعلی 5 ماه، همون طفل فوتیده، اگر که پشتیبان سیاسی، پشتیبان حقوقی از طرف دولتش یا که از طرف جمعیت تاجیکان یا که می داشت، اونا نمیتونستند که چون این سفسطا رو کنند. این البته این یک براستی که اگر بین دکترها می بود، من حاضر همون دکترها رو میگفتم روبرو که این ابلهی است، اون گپای اونا میگن. این چی معنی دارد؟ یعنی او در خونش هم میمرد. درست است که اگر در خونش هم که نگاهبینش نمیکردن میمرد، اما شما اون گرفتید کشتید. اینجا حرف درباره اون نمیرد که اینا گفتم که همون ضرب المثل روسی که درد را از آدم بیمار، درد سر آدم بیمار رو گرفته به سر یک آدم سالم تحمیل کردن. یعنی این بحث ها گرد این موضوع همش همون کارگران پلیس، همون کارگران خدمات مهاجرت و همون دکتران را از جوابداری دور کشیدن است. بحث باید گردی اون نباشد که اون طفل از تیتامیگالا ویروس مرد، یا که از پاراگریپ مرد، یا که در خانهش میمرد، یا که در اونجا مرد، و یا پدر و مادرش بیمار بودند، و یا پدر و مادرش قانون شکنی کرده باشند. حاضر باید بحث گرد این موضوع نباشد، باید بحث گرد اون موضوع باشد که کارمندان پلیس و خدمات مهاجرت غیر قانونی طفل را از والدینش گرفتند، بردند و آن چیزی که از روی دستور عملها و قانونهای فدراسیون روسیه، طلبات‌های قانون و دستور عملهایی که دارند کارمندان ساحه تندرستی، اون چیزا اونا رعایت نکردند، طفل فوتید و اونا برای این کارشون باید جواب دهند. اما چنین شده است که در همین موضوع چنین شده است که ما گردی یک سفسطه‌های بیهوده همون دختران سن پتربورگ و گردی تهمت زنی های کارمندان پلیس بحث میکنیم که این کلان خطاست. بحث باید دیگر موضوع باشد. بحث باید نه خونی اون طفل باید به بحث بکشیم، باید به بحث جنایت کارمندان پلیس و خدمات مهاجرت و دختران همونجا رو باید به بحث بکشیم. پایمال شدن حقوق‌های مردم غریب تاجیک هم در وطن و هم در مسافرت و مهاجرت وقت‌های آخر به اوج اعلا رسیده است. هر سال در روسیه بیش از 1000 تن از مهاجران تاجیک با علت‌های مختلف وفات می‌کنند. در یک سال آخر درباره دست کم 5 موردی به طور مرموز و بعد بازداشت در گذشتن شهروندان تاجیکستان در روسیه گزارش شده است. باری هم کسی نشنیده است که کدام از رهبریت و نمایندگان دیپلماتی تاجیک به خاطر دفاع هموطنان صدای بلند کرده اند و به نتیجه رسیده باشند. خلاصه آخر هم همین است که اگر مردم مهاجر تاجیک پشتیبان غمخوار دلسوز می داشتند، به چنین روزی ننگین مبتلا و گرفتار نمی شدند.